روز شما بخیر بینندگان ارجمند. این برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است که به شما منظره تحولات مهم روز را در تاجیکستان و جهان پیشکش می‌کند. امروز چهارشنبه 11 ایون است. حالا با موضوعات اساسی این نشر شناس شوید. ازبکستان در رابطه با ریدهای بیرحمانه که در پیش دو مهاجر تاجیک هم اخراج شدند و مسکو اعتراض کرد. روسیه طبق عادت خاموش است. مقامات در تاجیکستان اعتراف میکنند که قانونهای نوی محدود کننده و تعقیب‌های به اساس کارجویان را از بازار کار روسیه دلسرد میکنند. او اگه مثال زندگیش پیش بره سومی کوارتیر بتا راه میره و رومیا برای همین پکریوت نمیکنه دیگه آدمو نمیره. وکیلان پارلمانی قرقیزستان راههای منع کردن سامانه‌های پهن کننده مضمون فحشا یا پورنوگرافیا را محاکمه میکنند. پیشتر وقتی پورنوگرافیا نبود گذشتگان ما صاحبی 10-15 فرزند میشدند. مقامات در ازبکستان در رابطه با ریدهای ضد مهاجران در روسیه و هم علیه شیوه بیرحمانه مناسبت خادمان حفظ قانون اعتراض کردند. هنوز واکنش مقامات روسیه در دست نیست. یک روز پیش در شبکه‌های اجتماعی نوارهای ویدیویی یورش خادمان حفظ قانون به خوابگاه مهاجران نشر شد. در این نوارها دیده می شود که چگونه به مهاجران در افتاده آنها را لط و کوب و تحقیر می کنند. تلگرام کانال بازه که آن را مربوط به ساختارهای حفظ قانون میگویند خبر داد که نوار ویدیویی هفته جاری از رید در خوابگاه واقع در محله ستراگینوی شهر مسکو برداشته شده است. تفصیلات از همکارم مؤمن احمدی. مقامات در تاشکند از دیدن صحنه رفتاری غیرقانونی و بیرحمانه با مهاجران به خشم آمده به مقامات روسیه در این زمینه اعتراض بیان کردند. آژانسی مهاجرت نزد حکومت ازبکستان گفت که پاسخ رسمی مسکو را انتظار است. در اظهارات این نهاد گفته شده است که در جریان رید اعضای آمان و روسگواردیا از نیرو استفاده کردند. این حادثه زیر نظر کنسولگری گنرالی ازبکستان در مسکو می باشد. مقامات ازبکستان با تکیه به تلگرام کانال ها خبر دادند که در این ریدها 5 نفر با گمان ویران کردن مقررات مهاجرت بازداشت شدند. در میان آنها 2 نفرشان شهروند تاجیکستان می باشند. ولی مقامات در این کشور مثل بسیار دیگر حادثه ها در گذشته به این خبر واکنش نکردند. 2 شهروند بازداشت شده را به تاجیکستان استرداد کردند. در آژانسی مهاجرت ازبکستان از شهروندانشان درخواست شده است که به زودترین فرصت با نمایندگی این اداره در روسیه در تماس شده خبر دهند که آیا کسی آسیب دیده است و یا حقوقش پایمال شده و یا با مشکلات دیگری روبرو شده است. یوریش و فشار و لطوکوبی به سبب و هم مناسبت دغلانه و تبعیض‌آمیز خادمان حفظ قانون به خوابگاه و جایهای کار و محل تجمع مهاجران کاری در روسیه که زیر نوار ویدیویی صورت می‌گیرد به یک عادت دائمی آنها تبدیل شده است. یکی از چنین حادثه ها 10 اپریل در یک حمام شهر مسکو رخ داد. آن روز پلیس به حمام هجوم کرد که مشتریانش اساساً مهاجران از قرقیزستان بودند. در ویدیو دیده می شود که چگونه مهاجران قرقیزستان را بیرحمانه لط و کوب می کنند. مقامات بیشکک به کرمل نوتای اعتراضی فرستاده از مسکو طلب کرد که شهر بدهد بر اساس چی و با چی سبب با مشتریان حمام چنین رفتار شده است. در جواب وزارت کارهای داخلی روسیه نوشت که خادمان پلیس کاری غیرقانونی نکردند. موضوع مهاجرت کاری به روسیه را با گزارش از دوشنبه ادامه می‌دهیم. یک مقام تاجیکستان گفت بعد وارد کردن تغییر و علاوه‌ها به قانون‌های مهاجرت روسیه کار در بازار این کشور بسیار مهاجران را دلسرد می‌کند. شریف نورزاده معاون وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان روز 10 ایون در یک صحبتش با خبرگزاری روسی تاس گفت از یک سو تنظیم قانون‌های روسیه به تحکیمی حقوق مهاجران مساعدت میکند ولی عین زمان طلبات را سخت‌تر کرده بار مالی آنها را سنگین‌تر و ضرورت‌های مأموری را بیشتر و دشوارتر میکند. خود مهاجران سابق که سالها در روسیه بودند در این باره چی میگویند و قانون‌های روسیه تا کجا موج مهاجرت کاری به این کشور را کم و تشویش کارجویان را بیشتر کرده است؟ در این باره همکاران عملشیر ظریفی و امیر سویف گزارش میدهند. یکی از مردیکار بازارهای دوشنبه
برخی کارجویان در اینجا برعکس سالهای پیش حالا میل مهاجرت به روسیه را ندارند. مهاجرا راز دیلشون همجورا هم داکیومنتاسیا گفتم که 50-60 هزار در کره اساس انمی گرفت. اگه برای آدمون نمیروند دیگه پاکریوت نمیکنه دیگه 30,000 میگیری داکیومنتاسیا 60-70 هزار. او که جو مثال زندگیش پیش بره سومی کوارتیر بتا راه میره و رومیا برای همین پاکریوت نمیکنه دیگه آدمون نمیروند. در پی سخت‌تر شدن قانونگذاری و افزایش رید و سنجش‌ها حالا این مهاجر سابق در تشویش است که این بار به روسیه رود با چه چیزهای روبرو خواهد بود. چی میشده باشه اوزی بریم پاتینا چی میگیریم مثلا این داکیومنت چی میکرده باشیم او چی گام میشده باشه. دومای دولتی روسیه در یک سال اخیر نزدیک به 40 قانون نوی مربوط به مهاجرت را قبول کرد. انگشتنگاری و سپردن گنوم در مرز، ساده کردن اخراج مهاجران، سخت‌تر کردن امتحان زبان روسی، نظارت حرکت آنها با واسطه تلفن، محدودیت بعضی از کسب و پیشه‌ها و قبول فرزندان مهاجران به مکتب‌های روسیه از جمله آنهاست. در پی جاری نمودن چنین دیگرگونی‌ها، رید و سنجش‌ها و بازداشت و تفتیش مهاجران بیشتر به نظر می‌رسد. چنین وضع به نظر کارشناس رحمان المسوف توجه مهاجران تاجیک را به بازار مهنت روسیه کم کرده است. هفته نیست که یک قانون نو درباره مهاجرت قبول نکنند. شماره مهاجران در جنبش سالهای گذشته از 15 تا 17% کم شد و این شماره باز کم می شود. برای چی؟ برای آنچه که در مناسبت با مهاجرت در روسیه است این مردم ما را قانع کرده نمیتواند و حقوق آنها در بسیار جهت ویران کرده شده است. به نظر او فشار بالای مهاجران در روسیه باعث شده است کارجویان تاجیک بیشتر به کشورهای اروپایی سفر کنند که شرایطش بهتر است. به اطلاع رسمی در نیم سال 2024 نزدیک به 400,000 مهاجر از تاجیکستان به روسیه رفته است که نسبت به همین دوره سال 2023 15% کمتر بوده است. طبق آمار گوناگون در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کنند. مقامات تاجیک گفتند که تنها سال 2024 بیش از 30,000 مهاجران از روسیه اخراج شدند. هر روز از فرودگاه‌ها قریب 20 مهاجر بازپس فرستاده می‌شود. بانک جهانی به تاجیکستان 25 میلیون دلار گرانت می‌دهد تا که برای رشد اجتماعی و اقتصادی جوانان و زنان و هم قشرهای آسیب پذیر مساعدت کند. مبلغ برای دستگیری جامعه‌های منطقه ختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ناحیه‌های تابع مرکز روانه می‌شود. این پول‌ها باید برای برقراری مکتب و درمانگاه‌های طبی، نظام آب تامین کنی، سیستم‌های انرژی برقرار شونده، اینچنین برای کمک به رشد صاحبکاری محلی و دیگر هدف‌ها صرف شود. طرح بار اول 6 سال پیش تصدیق شده، آن زمان 37 میلیون دلار کمک تقدیم گردیده بود. این نوبت به اطلاع بانک جهانی سرمایه گذاری علاوگی برای یاری به ساکنان ناحیه‌های فیض‌آباد و نورآباد و دنقره، شهرهای راغون و ترسونزاده روانه می شود. بانک جهانی حالا در تاجیکستان در پیشبرد 26 طرح و برنامه با ارزش نزدیک 2 میلیارد دلار مساعدت می کند. در قرقیزستان می‌خواهند سامانه‌های دارای مواد شهوانی یا پورنوگرافی پوره بسته شوند. پارلمان این کشور لایحه قانون در این باره را در خوانش اول قبول کرده است. موضوع دسترسی به نوارهای فحش‌آمیز در میان وکیلان پارلمان بحث برپا کرد. برخی با پیش آوردن دلیل‌ها به ضرورت منع آن تاکید می‌کردند، ولی گروه دیگر بر این است که می‌شود دسترسی به این سامانه‌ها را تنها با کلانسالان محدود کرد. زرنگیزی نوروزشاه گزارش می‌دهد. در قرقیزستان موضوع اخلاق اینترنتی دوباره پربحث شد. این بار هم در پارلمان این کشور.
چندی از وکیلان طرح پورا بستن سامانه‌های پورنوگرافی را در قرقیزستان پیشنهاد کردند. مؤلفان طرح میگویند دسترسی آزاد به مواد فحش به ارزش‌های اخلاقی جامعه مخصوصاً جوانان ضربه می‌زند و جنایتکاری را زیاد می‌کند. با باور آنها قبول قانون می‌تواند به حفظ سلامتی و روان ساکنان مساعدت کند. ما برای پیشگیری از کارهای بداخلاقانه که به ارزش‌های ملی مطابق نیست و می‌تواند به نسل آینده ضرر رساند امکانات فراهم می‌آوریم. من می‌فهمم که ما نمی‌توانیم همه چنین سامانه‌ها را در یک روز ببندیم، ولی این قدم اول است. بر پایه این طرح یک رویخط سیاه چنین سامانه‌ها تهیه شده مواد پورنوگرافی در سطح شرکت‌های اینترنتی محدود کرده می‌شوند. در صورت رعایت نکردن جریمه و بیکار شدن پروانه پیش بینی شده است. با این وجود مؤلفان اعتراف می‌کنند که در عصر VPN و قلف شکن‌ها به آسانی می‌توان محدودیت را دور زد. چطور می‌توانیم سامانه‌های چون OnlyFans یا پورنهاب را بندیم؟ شرکت‌های مخابراتی امکان فنی پورا بستن سامانه‌ها را دارند. VPN هست؟ بله VPN هست. شرکت‌ها توانی شکستن VPN را ندارند. پس بستن سامانه‌ها چی معنی دارد؟ مؤلفان نتوانستند این را شرح دهند، ولی باز هم دلیل‌ها برای ضرورت بستن چنین سامانه‌ها را نام بر می‌کردند. پیشتر وقتی پورنوگرافیا نبود گذشتگان ما صاحبی 10-15 فرزند می‌شدند. بنابراین این باید منع شود. همچنین با طلبات اسلام موافق نیست. اگر زیاد چنین نوارها را تماشا کنی آدم زود پیر و فراموش‌خاطر می‌شود. به نظرم وقتی آدمان آن را تماشا می‌کنند برعکس تولد بیشتر می‌شود. در قرقیزستان سالهای اخیر اهالی بیشتر می‌شود. این خوب است و بگذار باشد، ولی این لایحه را من جانبداری می‌کنم باید محدود شود. به فکرم نه وزارت فرهنگ بلکه وزارت معارف باید مسئول باشد. ما باید اول والدان را تربیت کنیم، سپس آنها فرزندان خود را. جانبداران بستن سامانه‌های پورنوگرافی پافشاری دارند که چنین مواد می‌تواند کس را بر رفتارهای غیر اخلاقی از جمله جنایت‌های شهوانی اطلاع دهد. مخالفان برعکس بر اینند که بستن سامانه‌های پورنوگرافی دوستداران چنین نوارها را خشین می‌کند. شاید در هر صورت برای کلانسالان به واسطه رمز اجازه داده شود. اگر خواهد بگذار بیند. در ژاپن تماشا می‌کنند کسی دیوانه نشده است. رشد می‌کنند. بگذار در خانه نشسته خود را تسکین بدهند. شما می‌بندید و در جستجوی آن به کوچه می‌براید. آموزگاران و روانشناسان باور دارند که منع کردن این راهی حل نیست. به تاکید آنها تربیت جنسی، آگاهی طبی و صحبت آشکارا با کودکان ضرور است. وقتی نمیفهمانند و میگویند ممکن نیست نکن، طبیعت آدم چنین است که همیشه به چیزی ممنوع میل دارد. نباید بدون فهماندن چیزی را منع کرد. باید آموزان تربیت کرد، ولی اگر توجه به چنین مواد نهایت زیاد باشد پس بله این به ناتوانی و کم شدن خواهش شهوانی میرساند. با گفته کارشناسان در بعضی کشورها چنین منع‌کنی‌ها 10 ساله هاست عمل می‌کند، ولی هنوز نتیجه دلخواه به دست نآمده است. در شهر پاریژ هفته جاری جشنواره بخشیده به 700 سالگی حافظ شیرازی برگزار می شود و در کار آن هنرمندان و دانشمندان از تاجیکستان هم اشتراک میکنند. امروز در قرارگاه یونسکو نمایشگاه هنرهای رسامان و نقاشان تاجیک افتتاح شد. قرار است در دایره جشنواره حافظ برنامه هنری شام 6 مقام با اشتراک انسمبل دولتی 6 مقام به نام فضل‌الدین شهابوف و دسته رقصی گلریز برپا شود. هنرمندان مثل ستاره کرامت الله، شاهرخ یونوسف و فردوس هاشموف با ارکستر موسیقی پاریژ شرقی هنرنمایی خواهند کرد. و در همین جا برنامه امروزه به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و اینستاگرام، یوتیوب و تیک توک، ایکس مراجعت کنید و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس و نوار دارید حتما به ما فرستید. سراغه های ما در سامانه آزادی.org و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما.